درود. ما تا کجا تحمل پذیر یا بی تحمل هستیم؟ عقیده یکدیگر را میپذیریم، هنگام بحث در کوچه یا در شبکه‌های اجتماعی یا جنجال و غوغا نمیبرداریم، همدیگر را دشنام نمیدهیم. تحمل پذیری یک رکن همزیستی آسایشته و صلح و ثبات در جهان به حساب می رود و هفته گذشته هم روز بین المللی تحمل پذیری بود. در گپ آزاد امروز در همین باره صحبت میکنیم که ظاهرا در بین گروه‌های در تاجیکستان و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی کمتر به نظر میرسد. همصحبتان امروزه ما عبدالقادر طلبکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی پایتخت و امرالله نظام، خبرنگار و جانبدار اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند. هر دوی شما، خصوصا همین هر دوی شما، طعم تحمل ناپذیری را زیاد چشیده اید. البته در شبکه‌های اجتماعی در بعضی از بحث‌های طرفداران حکومت و مخالفان دایر به موضوع شاید سبکترین دشنام به یکدیگر پلید باشد. چرا به دشنام و تحقیر بحث کرده نمی شود؟ جناب طلبکوف، نظری شما چه است؟ البته می شود. فرضاً همین حالا اگر رقیب صحبت من یا که رقیب محفل امروزه من امرالله بسیار احترامش میکنم. صورتش هست، چهرهش هست، سراغش هست، تحمل پذیر است، حقارت نمی کند. کبیری هم حقارت نمی کند، محمد اقبال هم حقارت نمی کند و باز ده ها نفر دیگر. ولی باز صدها حتی هزار بیشتر جانبدارانشون هستند که اونها چهرهای فیکی هستند. یا من از آن معلول هستم که شاید خود اینا میدونند که اونها چنین عملهای زشت رو مثلا در محضر عام میگذارند. میتوانند که اینها با یک اظهارات، با یک صحبتی برادرانه بگویند که خب حکومت و اپوزیسیون بیاید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچگاه حقارتی نبودم، اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتی شدم. وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته مرا بیشتر از 1000 نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم در صفحه شخصی هم می نویسند و هر کجایی که هر نکته نظری که بیان کنم مجوسی، پلید، ابله، کافر، جاهل، فلان و فلان و فلان. ولی تحمل گرچه محمود است و نفع بیکران آرد، ولی باید نه چندانش که مردی را زیان آرد. من مجبور میشم گوها حرفی بد رو به زبان بیارم. امرالله، نظر شما چی است به حرفایی که عبدالقادر گفتن؟ خلاصه من شاید کمی فرق کند از جناب عبدالقادر. جناب عبدالقادر شاید در این نکته نظر حق به جانبش باشند که میگوید من در همین فیسبوک حقارتی شدم. فیسبوک و یا اینکه شبکه‌های اجتماعی حاصل امروزه کوریده های ما نیستند. یعنی آنچه ما امروز در شبکه‌های اجتماعی میکاریم حاصل امروزه ما نیستند، بلکه این در نتیجه مرحله های گوناگون به وجود آمدن. مثلا همین دشنام و حقارت هایی که ما داریم حاصل رنج ها و یا اینکه خشونت های در ابتدا فیزیکی و بعدتر هم به خشونت های کلامی و یا اینکه برعکس تبدیل می شوند. فرض کردیم همین خشونت های فیزیکی و یا اینکه خشونت های کلامی که ما امروز در جامعه خودمان شاهدش هستیم، اینها نتیجه یک مرحله امروز نیستند که همین روز کسی بیاید بدون کدام پیش زمینه. شما خشونت های فیزیکی میگوید، منظورتون چی است؟ من خشونت های فیزیکی به این معنی میگم که همین خشونت های کلامی که ما داریم ضربه اینها بیشتر از خشونت های فیزیکی است که مثلا کسی را با مشت و لغت میکوبند و یا اینکه کسی را از نگاه خشونت کلامی اگر گوییم با قبیح‌ترین طوری که پیشتر هم ذکر کردن از حقارت دشنام های ناموسی اگر گوییم، زن، دختر، نمیدونم پدر، حتی گوری پدر، حتی نمیدونم گوری مادر، دیگر و امثال اینها خشونت های کلامی نامیده میشن در علم روانشناسی. ببینید شما خشونت های فیزیکی میگید، ولی در شبکه‌های اجتماعی گروه ها از یکدیگر فرسخ ها دور هستند. پس چرا این گونه
حرفای قبیح به زبان میارند و به یکدیگر حمله میکنند. این معناش چی است؟ این معناش همین است از هر دو طرف البته. درست است. این معناش همین است که در ابتدا یک نوع مرحله خشونت‌های فیزیکی را این مردم عبور کردن و یا اینکه دارن عبور میکنن. خشونت‌های فیزیکی به همین معنا که اگر فرض کردیم تنها خشونت فیزیکی همین نیست که کسی رو با مشت در طور سرش بکوبن و یا اینکه با لغت در پشتش. خشونت فیزیکی فرض کردیم همین چند روز اخیر وقتی که شما در همین سامانه رادیو آزادی دو عکس را نشر کردید، یک عکس طالب علمان و یک عکس دیگر از رهبریت با ولایت ختلان که یکی زیر چتر ایستادن و دیگری زیر باران آنها را پیشواز میگیرند. این هم در نوع خود یک نوع خشونت فیزیکی است که مقامداران و یا اینکه کسانی که به خودشون اجازه میدهند دیگران را تحقیر کنند یا علیه دیگران به نوع خشونت را ببینند انجام گرفت. عبدالقادر، نظر شما به گفته های امرالله نظام چی است؟ همین فرهنگ حقارت رو و همین خشونت های فیزیکی و نهضتی رو ایجاد کردن، هم در تاجیکستان و هم در اروپا. وقتی که با شما بحث میکنم به اکثر کلی شما حقارت میدهید. شما مثلا همین در موضوع اسلام من بسیار جدی میدونم. 100 ختم قرآن دارم، معلمی فارسی ام. پدرم داملا عبدالقهار صوفی طلبک صوفی صابیر هنوز مدرسه دیده های بخارا هستند، ولی تمام این همین کارمندان یا که من اعضای حزب نهضت کافر مجوس ابله حرامی فلان یگام نفرش نمیگه که آیت بیار حدیث بیار یا اندیشه تا نسبت مثلا خشونت حکومت و اپوزیسیون گپ زنن یا که کی گناهکار است. یعنی یک مقصد من چی است؟ مقصد این برنامه همه از املاکی بیاد خیلی جدی حرف زنیم، زمینی گپ زنیم. بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جانبداران اپوزیسیون حقارت میدهند. فهمم. امرالله نظام، شما به حیث جانبدار حزب نهضت اسلامی به این نکته های عبدالقادر چی میگوید؟ شما به همین نکته که می حالا ذکر کردند شما چی میگوید؟ من به همین نکته ها عکسی گفته ها رو دارم. من برعکس میبینم که کسانی که بیشتر دشنام میدهند جانبدار حکومت و یا اینکه موافقان حکومت و یا اینکه به قول جانبداران همون فابریکه جواب و یا اینکه اعضای فابریکه جواب هستند که اونها بدون پرده هر وقتی که خواهند و در هر ادرسی که خواهند دشنام میدهند. هنگام بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی در واقع بعضی از کاربران بینامی هستند که شاید وظیفه‌شان دشنام و حقارت کردن مثلا مخالفان باشد، ولی در بین آنها یا خبرنگار یا چهره دیگری را هم می‌بینید که بحثش آلوده به خشم و نفرت و دشنام است. این همه تحمل ناپذیری از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جناب طلبکوف شما چی میگوید؟ راستی من هم خیلی غمگین میشم، خیلی آشفته خاطر میشم. من ژورنالیست کسبی هستم، پداگوگ هستم، معلم هستم پیش از همه. خب 25 سال در شبکه‌های تلویزیونی دولتی و رادیو دولتی هم رهبر و هم کارگر فعالیت داشتم، ایجاد دارم، تالیفات دارم. هیچگاه من حقارت نکردم. بار دیگر میگم همین در شبکه‌های اجتماعی سر شد این چیز. بعداً بار دیگر تاکید میکنم که بیایید مثلا من امرالله رو بسیار احترام میکنم. امرالله و جانبداران اپوزیسیون چهره، صورت، سراغه مانع بحث کنیم، صحبت کنیم. شاید حکومت حتی اصلاح شود از زمین بحث و صحبت های ما. شاید حکومت داران چیزی بگیرند از زمین بحث های آزادی ما و شما، ولی به حقارت نمی شود. واقعا هم تحمل پذیر باید بود. فرضاً هر کس حق نظر دارد، اندیشه دارد، ولی من یک سال اخیر هر نظری که بیان می‌دارم حقارت بالای حقارت بشود مقابل من. عبدالقادر شما گفتید که تا یعنی شبکه‌های اجتماعی شما حقارت، دشنام این گونه چیزا نداشتید، یعنی پس در شبکه‌های اجتماعی شما هم شروع کردید به دشنام و حقارت؟ میدونی برای چی اکای مرزنبی؟ افسوس که من نمیتوانم که مسنجری خدا من نشان کنم. من 2 دختر دارم، پسر دارم. شبانه روزی فرزندان مرا تهدید، تحقیر، حقارت، کاریکاتور، صورت و
ترین حقارت را نسبت به فرزندان من، پدر مادر من، انا همین جانبداران، یعنی همین امرالله ناظم و باز چند نفر دیگر روا میبینم. من کلمه های ابله، گفت شما پلید، خب بخبر، ناآگاه را تحمل میکنم. وقتی که زن و فرزند حقارت میدین، دیگر من نمیتوانم خاموش دادن، نمیتوانم که با آنها خواب گویم یا بله گویم. ولی بسیار این چیز مرا بسیار غمگین کرده، بسیار مرا زیغ کرده است. راستش که با هموطن خودم خیلی معنیش در وارشاوا هستی، در پراگ هستی، در ایتالیا هستی یا که در روسیه هستی، ولی بیا جنگی عقلی کنیم، بیا بحثی مغزی کنیم. امرالله شما چی میگوید به گفته های عبدالقادر، همین حالی که ایشان ذکر کرده؟ حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشان خبر داشته باشند. مثلا من همین شب و روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانهشان، خود کارمندان مقامات، و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کارا رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر، ما این فکت ها، این دلیل ها رو داریم و این ثبت ها رو داریم که مستقیما میروند بر خانواده های ما، همین اعضای حکومت، چی مقامات قدرتی، چی از کمیته امنیت و یا اینکه چی از پروکراتور گنرالی، همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر، حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کار رو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. یعنی این حالت هایی که ما دیده ایستادیم، این حالت های خیلی گفته همونچی اگر اونا رو با عکس صورت گویند، یعنی تعبیر کنن گفته هاشونه، ما عملا این چیزهای خشونت های فیزیکی و خشونت های کلامی رو عملا ما میشنویم. میروند نیمه شب مادر یکی از مخالفین رو و یا اینکه نمیدونم پدر پیرانسالش میگن در فلان میکنم یا اینکه نمیدونم از این قبیل چیزها. حالا این بخشی کوچکی که در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است از جانب به گفته موافقان حکومت و یا اینکه جانبداران حکومت، این خیلی یک بخش کوچکی است که ما از این گفته هموچی بخشی که اون حالت‌ها رو می‌بینیم. جناب طلبکوف شما به این حرفای اخیر که امرالله نظام گفتن چی میگویید؟ راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه، این افسانه است. ولی این دلیل ثابت شده است آنهایی که عقیده و فکر خود را آزادانه در جامعه بیان کرده نمیتوانند به احتمال غالب نسبت به دیگران تحمل ناپذیرتر میشوند. پس فکر نمیکنید که محدودیت آزادی بیان، نبودی گوناگون اندیشی سیاسی سبب این خشم و غضب و مناسبت دغل به همدیگر شده است؟ چی میگوید شما؟ نه همین امرالله ناظم پرونده نداره، این کس حقارت نمیکنه و در با چند نفر دیگر هستند. در بعض آیت میارد، حدیث میارد، مقابل حکومت چند فکت و دلیل میگوید، فلان و فلان اساسناک بی اساس میگوید، ولی تحمل پذیر است به هر صورت. همین برادر، من جانبدار آنم که مخالفین هم و حکومتی هم بحثی روی کنن، صحبت کنن، اساس بیارن، دلیل بیارن، با فکت گپ زنن، به تحقیر، به تحمل اون مریدهاشون، شاگردهاشون، جانبداراشون مثلا باید نصیحت و وصیت کنن که اونها در شبکه‌های اجتماعی چهره اینها رو بدنام نکنند، چهره اینها رو سیاه نکنند. حالا باور کنید شما چنان همین اپوزیسیون در سیمای همین خدمت خرسانه مریدان اینها بدنام شده است در دوشنبه که با قول دیگر حرفی گفتن نیست. من چند نکته میارم. فرض کردیم اگر کسایی که دعوا دارن که مثلا طرفداران این گروه و یا اینکه آن گروه کارهایی کردن که خلاف قانون و یا اینکه خلاف عادات بوده است، حالا فرض کردیم این طرفداران و یا اینکه این کسایی که مسئولیت خودشان را دارن همچون اعلام میکنن که ما مسئولیت مخالفین نداریم و یا اینکه ما همچون عضو مخالفین
چنین مسئولیت هایی داریم. بگردین پای صفحه تمام این عزیزان، چی از بزرگانش باشند چی از خردسالانش، کسانی که واقعا هم میگویند که ما عضو همین حرکت و یا اینکه عضو همین گروه ها هستیم. شما بگردین و اون طرف هم بگردین، جانبدارای حکومت، کسایی که با عکس و صورت خودشون و یا اینکه با آدرس های شخصی خودشون برآمد میکنن. من فکر میکنم که شما اگر یک تحلیل کنید، شما کمتر دشنام و حقارت رو خیلی کمتر از جانبداران حکومت پیدا خواهید کرد. اما کسایی که با نام و یا اینکه همچون نمیدونم فیک با نام های فیکی از این طرف و یا اینکه از اون طرف برآمد میکنن، خواهش میکنن شما تمام اونها را همچون عضو این گروه و یا اینکه اون گروه بها ندهید، چون که در این وسط کسایی هستن که برای فتنه اندازی، برای اینکه شور انداختن، برای بدنام ساختن و برای نمیدونم بد کردن و تحقیر کردن دیگر و یا عقده هایی که دارن از اون وسط یا که از این وسط و یا از این طرف و از اون طرف، اینها در وسط با نام های فیکی وارد میشوند. شاید تمام کسایی که مثلا در اروپا باشند کمتر از 5000 جانبداران اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد و یا اینکه از این 5000 شاید که تقریبا 3000 آنها فقط کودکان و زن و خانواده هاشون باشند و در مجموع 1000 نفر هم کسایی که فعال هستند در شبکه‌های اجتماعی از جانب اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یا اینکه پیمان ملی تاجیکستان، اگر شما حساب کنید شاید 1000 نفر کمتر بیاید. قبل از این برنامه همکاران ما در خیابان‌های دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که آیا جامعه تاجیکستان تحمل پذیر هست یا نه. پاسخهای آن را همراه می‌بینیم، سپس با صحبت ما را ادامه می‌دیم. جامعه ما تحمل پذیر نیست، برای که ما دین اسلام داریم و در دین اسلام هم ممکن است مثلا یک جنسگرایی باشد یا بدینی باشد. جامعه تاجیکستان تحمل پذیر است. مردم ما از قدیم الایام و این مسئله تحمل پذیری اهمیت کلان می‌دادند. برای من این تحمل پذیری یک کار خیر است. من فکر میکنم ها هسته و هسته آدمایی که نه اونقدر. خود شما مثلا تا کدام اندازه تحمل پذیر هستید؟ مخدوم где-то 90%. هر خیلی چی خشدوره یکی خواه او هم میسونه. به نظر خود شما تحمل پذیر هستین؟ در اون به نظر من روی خیلی چی نیو یکم صبر میکنیم. خب برای چی نه؟ تاجیکستان دولت خوبه و یک هر کس خود رو داره خواهی تحمل میکنه، فرق نداره. اصلا هر кас خود رو داره. Когда в интернете что-то выходит, или какое-то видео, или какое-то что, сразу никто это на видео особого внимания не обращает внимания, как бы, и все читают комментарии. И потом ты увидишь, что какая толерантность у нас есть там. طوری توجه کردیم در اول این صحبت یکی از مصاحبان گفت تحمل ناپذیری در جامعه تاجیکستان هست و آن بدین برمیگردد که اندیشه های دیگر را قبول ندارد. امرالله نظام، پاسخ شما به کسی این را که گفت چی است؟ شما به این مسئله چی میگویید؟ ما بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن در سوره انعام خدا میفرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. شما به کسانی دشنام ندهید که شما به کسانی که به غیر خدا را میپرستند و یا اینکه دعوای غیر خدایی دارند به آنها دشنام ندهید که آنها هم شاید به شما یا که به خدای شما دشنام دهند. و در سوره همزه در اولش داریم ویل لکل همزه لمزه، یعنی هلاک باد به کسی که خواه به چشم خواه به زبانش دیگران را مورد مسخره و یا اینکه تمسخر قرار میدهد. در سوره حجرات داریم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اونجا خدا میفرماید که شما همدیگر را با لقب‌های ناپسند نامگذاری نکنید. این نکته‌ای که شما گفتید اینا در کتاب‌ها هستند و بارها مردم میخوانند، هم جانبدارای حزب ممنوع نهضت اسلامی و هم شهروندان دیگر. پس چرا این چیزا پس هستند، مردم میخوانند، میبینند تحقیر، حقارت‌های قبیح، چرا پس اینها گفته میشوند با این وجود؟ ما متاسفانه یک فرهنگ خیلی هم تشکل نیافته داریم.
اگر این خیل گوییم، چون اگر که در مرحله های خانوادگی اگر گوییم مرحله یکمی این مرحله همین دشنام و حقارت، ما خودمون بعضا به فرزندانمون تلقین میکنیم که فلان اومد فلان حقارت کن، اکش حقارت کن یا دادرش حقارت کن یا یک گپی سختش کن. عبدالقادر شما چی میگوین؟ راستی هم جامعه ما جوان است و ظهورات شبکه اجتماعی نیست برای ما یک ظهوراتی تازه است. من گمان میکنم که بعد 1-2 سال همش درست میشه. حالا همون اصل خار بالای آب برآمدن، چون تجربه ما در شبکه اجتماعی بحث نداشتیم. بحث‌های ما در سمرقند و بخارا و در مرو و در دیلخو مرکزهای فرهنگی ما بحث‌های رویارویی بود. میشیشتن، صحبت بحث میکردن و پیروز دست یکدیگر رو میفشرد. چون وقتی که از روی پسیکولوژی انسان، وقتی که انسان چهره انسان را نمیبینه بیرون میشود، هر چی میخواد مینویسد میگوید. وقتی که چهرهش باشد، نامش باشد و احتیاط میکنه. ببینید هنگام بحث در شبکه‌های اجتماعی مشاهده میکنیم که رفتار کاربران را نخیرد و عقل سالم بلکه احساس خشم اداره میکند. چرا در این بحثا زود احساس بالا میگیرد؟ چرا همینطور است؟ چون معرفت پایان است، چون دانش ضعیف است. و بار دیگر تاکید میکنم که احساس اصلا احساس خاصی اگر سخت نرسد عملا رو، احساس خاصی بیشتر مردمی بدین گرویده ها است. احساس خاصی نفرانی هستند که رادیکال شدن دارند. باور کنید شما. امرالله شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ من به این حرفا راضی نیستم، چون که هر احساس میگویند که خاص دینداران، این اگر که به همین تعبیر اگر گوییم ما خیلی ها را تحقیر میکنیم، یعنی میگوییم که این خاص دینداراست، کسایی که بیدین هستن احساس ندارن. همین سر معلم فرانسوز رو احساس برید یا عقل؟ ما در این مسئله همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟ این یک بحث علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که وارد این بحث شیم خیلی هم به درازا میکشد، چون این بحث امروز نیست. این عقیده هست که تحمل ناپذیری، قبول نداشتن عقیده مخالف یکی از سبب‌های جنگ داخلی در تاجیکستان شد. بله همین شد. باز هم تحمل ناپذیری عامل‌های اساسی جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. باز هم از خیلی متاسفانه خادمان دین در جنوب و مرکز کشور خب اثر احساس همدیگر رو تحمل نکردن، خب به هم خشونت کردن. مریدانشان که سوادشان خیلی پایین بود به احساس برانگیختن و شد جنگ شهروندی. همینش هم بار دیگر میگم که احساس بیشتر مردمی چله مسلمان است. احساس خاصی نفرانی هستند که اونها علمی کامل ندارن. تشکر. امرالله نظر شما به این حرفا چی است؟ شما چی میگویید؟ با کدام حرفا؟ به اینکه آیا این دشنام و توهین و تحقیر باعث جنگ داخلی تاجیکستان شد، یک جنگ 5 ساله؟ ببین من عامل‌های جنگ رو درست بیان که پورا تحقیق نکردم، اما طوری که اون کسایی که عاملان جنگ بودن و مثل بعضی نظامیان روس، اونها میگویند که ما جنگ انداختیم. اگر یک طرفی بیگانه دسیسه میکند، پس این تحمل گرایی ما کجا میشه؟ چرا از بیرون یک کس اگر اشاره و مشت و انگشت نشون میدن ما باید بدویم به گردن یکدیگر بگیریم و به جان یکدیگر درفتیم؟ معنای گپ شما همین است امرالله؟ نه، معنای گپ من دیگر است. معنای گپ این درست است که یک گوشه این شاید تحمل ناپذیری جانب ها بود در ابتدا در آغاز جنگ شهروندی، چون در اون مرحله یک مرحله بود که کسانی که پایبند و یا اینکه گرایش به دین داشتند مطمئن بودند و یا اینکه به این نتیجه رسیدگی بودند که در طول 70 سال و یا اینکه کم و بیش مورد خشونت قرار گرفتند و این خشونت، این احساس خشونت به یک عقده خشونت تبدیل شد و این عقده خشونت
گروید به آنچه تحقیر و یا اینکه به ناسزا گفتن به همدیگر. و وقتی که دستشان رسید گفت یا جانب ها چه دیندار و یا اینکه چه غیر بدین و یا چه جانبداران حزب کمونیست و یا اینکه چه جانبداران اسلامگراها در عموم و یا اینکه آزادی خواهان در عموم، هر وقتی که دستشان به سلاح افتید اون غریزه و یا اینکه اون عقده‌ای که داشتن با کلام با گپ تخلیه کردن نتونستن، انرژی خودشان را با گپ خالی کردن نتونستن، خودشان را با گپ آرام کردن نتونستن، دست برداشتن به خشونت و یا اینکه به سلاح. تشکر. ولی میخواستم نظر شما رو بدونیم. به نظر شما چه چیزی یا عامل‌هایی میتونه سبب بالا بردن تحمل پذیری شود؟ مثلا دیگران هم مثل شما اینجا که به دشنام و توهین با هم بحث کردین بحث کنند. این رو چطور میشه به دست آورد؟ اگر در دایره شبکه‌های اجتماعی حرف زنه باید مانند امریکا، اروپا هر نفری که اکاونت یا یکی صفحه میکشه صورت سراغش باید باشه، بداند که قانون تنظیمگر مناسبت‌های همه ما و شما در جامعه است. باید داند باید که اگر حرفی بد گفت، تحقیر کرد، توهین کرد و جوابگری کشیده می‌شود. یعنی شما راه حل این مسئله رو فقط در همین می‌بینیدن؟ تمام؟ یکیش همین. دویمش بالا معرفتی جوانان، بالا بردن معرفتی جامعه. از بیسوادی است، از بی‌معرفتی است، حقارت کردن، تحمل ناپذیر بودن، اندیشه همدیگر را گوش نکردن و خشونت خیستن، همدیگر را کارد زدن یا کشتن، قتل کردن، چیز نشانی بی‌معرفتی است. تشکر. امرالله شما چی نظر دارید؟ چون که وقت کوتاه است، خیلی فشرده میخوام نظرتون رو بگوید. من نظرم کوتاه همین که هر وقتی که ما در روایت داریم، ما هر وقتی که صحبت میکنم، من شاید مطالعاتم در بخش دینی بیشتر است، به همین خاطر میگم که دلیل هایی که میارم بیشتر به دین مربوط هستند. مثلا ما در روایت داریم میگن که الناس علی دین، میشود که بدون روایت و بدون این چیزها یعنی مشخص حرفتون رو من میگم که هر وقتی که حکومتداران و یا اینکه رهبران ما اصلاح شدن، جامعه ما اصلاح می شود. هر وقتی که رهبران ما اصلاح نشوند و یا اینکه تا زمانی که رهبران ما اصلاح نشوند و از خشونت علیه مردم، از تحقیر و یا اینکه حقارت دیگران کار بگیرند، این مردم و یا اینکه این پدیده اصلاح نمی شود. ولی ما خودمون رو باید اصلاح کنیم. با قول دوملا بسیار آیات گفتن، من هم یک آیات بگم، استغفرالله، این اکرمکم عند الله اتقاکم. عبدالقادر، پس ما کی اصلاح میکنیم؟ خودمون رو کی اصلاح میکنیم؟ خوش روزگار باشه. فهمو. ولی اینکه شما میگوید که باید جانب حکومت اصلاح شود، امرالله میگن که اینها باید اصلاح شوند، ولی خود ما کی اصلاح میشیم؟ البته ما هم باید اصلاح شویم. مجموعاً تاجیکستان یا تاجیکان مردم تمدن آفر و تمدن آور بودن، تحمل پذیر بودن. درست گفتن در اینترویو شما. ما باید همدیگر رو تحمل کنیم، آشتی ملی کنیم، همدیگر رو بشنویم، شنیده توانیم و تاجیکستان رو آباد کنیم. دیگر هیچ چیز دیگر نمونده است. تمام. اگر تشکر. سلامت باشید به هر دوی شما. برنامه گپ آزاد بود درباره تحملگرایی و بحث‌های کاربران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی. عبدالقادر طلبکوف مدیر کتابخانه به نام لاهوتی و امرالله نظام جانبدار حزب ممنوع نهضت اسلامی مهمان ما بودند و من میرزا نبی خالقزاد میزبان برنامه با شما بودیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما. سلامت باشید.